از حادثه پرسرصدای کشتار ناحیه رودکی 10 شبانه روز گذشت. بعد بازداشت گمانبران این حادثه ما بار دوم به دهه دریاآباد رفتیم و با حلیم ابراهیموف پدر قربانیان درباره جزئیات کشتار صحبت کردیم. همچنین تلاش کردیم درباره شخصیت متهمان اطلاع پیدا کنیم. ما با یگان همسایگی یگان بدی کدگی نبودیم. وقتی در روسیه بودم. دخترای من بهترین دختر بودم. بچه‌م هم اویلم بهترین اویلم بود. اینا با همین زندگی این بچه همسایه کده. همه سیر نمیدونستن خونه مونده اسباب مونده جو با کوال زده دختر ما بچه ما کشته. هم کوچه قدی هم کوال کم اسبابای خودم. به قول حلیم ابراهیموف شهلای 44 ساله مادر خاندان را 17 کارت زده اند. حمیده دختر 17 ساله را در پالز نزدیک خانه کارت زده اند. حبیبه دختر دیگری 14 ساله را در انبار به قتل رسانیده داخل تنور پرتافته اند. همچنین شرف 12 ساله را در خانه خواب اول با بلغه کلان زده بعد بوغی کرده اند. گفتن که مادرش 17 کارت زده. وقتی که سیفلو که این خمیج قشه دو دسته قطعش میجه با میکنه دستوشو با تیلا میکنه سیفلو میغلطه. سیفلو میغلطه با میگه که کورچه قدی بزنش. و 17 کورچه میزنه بچه. یکی از گمانبران این کشتار سیفالله عظیموف همسایه این خاندان بوده است. او قبلا با قلابی زندانی شده. همچنین گفته می شود که از بانک نیز قصددار بوده است. حلیم ابراهیموف گفت سیفالله با عائله آنها رفت و آمد داشت و شب حادثه از خانه‌اش 22,000 سامانی گم شد. ما نتوانستیم نزدیکان سیفالله عظیموف را پیدا کنیم و نظرشان را درباره این حادثه بپرسیم. اول به طور دروازه همسایه پریدیان در پشت زینه موندیان استودیان یورش داد کردن که کی خو میروان. بعد غلطی دیدن ایجاده که زنم بدور بوده خسته برومده کاک بتو. همین مردم میگن. بعد گفته که چی گپه گفته که ما ابلا چیکار زدیم. همین بچه یوشه چی میگیرن؟ ابلا میگیرن با زنی من قنیت صوفی که گفته برین در خونه قدر خورین. و گفتن که اپا شالو کبرا بین ملسوب رفتیان. هم رفتن ده چیز کردیان. قطع جفش کردیان. این خانه یکی از گمانبران کشتار مادر و 3 فرزند او در ناحیه رودکی است. سیفالله عظیموف ساکن 32 ساله ناحیه رودکی در این منزل زندگی میکرد. گمانبر دیگری این کشتار نعمان 16 ساله است. او به قول همسایه ها با سیفالله پیوند خشتباری داشت. حالا مقامات این دو را بازداشت کردند و به اطلاع همسایه ها بجز این دو نفر دیگر در پی این قضیه در بازداشت قرار دارند، اما معلوم نیست که 2 نفر دیگر کیا هستند. همسایه ها نیز در صحبت با ما برخی جزئیات حادثه را نقل کردند. خونه میاد آمده رفت آمد داشتن نغز بودن. همجا دا گپ زده بوده که مقصد که نه شوم سوم روی کده گوم فروختم. هم خیلی گپ زده بوده. بچه ها یوش خیلی به فراست به عقل برای سوم شده حیاتشون سوختن نبود. طبق اطلاع رسمی گمانبر دیگر نعمان سیدوی 16 ساله خواننده مکتب است، ولی معرفت میرزایی و مادر نورس باور ندارد که پسرش به این جنایت دست داشته باشد. بچه من اگون سرحد هم نمیدونم بوده هیچ جو نرفته پیششون. این حادثه خیلی شده من خودم به حیرت موندم. خودم گرفتم بچه من برستم کنه کردم چیه بمزیه به مردک سلام علیکه گفت بپا برم نامونه یه بار میگیرم میارم اندازه من در 53 چور درامدم ریسته و شریک زورم ندیدم فرزنده خدمم فرزندم ندیدیم سمیت کازدن خیلی کرور همو دیدگی نبودیم. به قول او نعمان شب حادثه در خانه بوده است و با سیفالله عظیموف هم آشنایی نداشته است. فضای دهه در قیاس به روزهای قبلی امن‌تر شده است. این بار ساکنان در کوچه‌ها بیشتر دیده می‌شوند، ولی همسایه‌های قربانیان می‌گویند که هنوز ترس دارند. مقامات رسما از بازداشت 2 گمانبر خبر داده گفتند هدف آنها دزدی و غارتگری بود، ولی جزئیات بیشتر ندادند. جزئیات بیشتری صحبت پدر قربانیان حلیم ابراهیموف را روزهای نزدیک در آسیا پلیس ببینید و بخوانید. مهرآفرین نجیبی، مهرانگیز سلطانزاده، امامعلی سعیدزاد، آسیا پلیس.